هستند. دیگرایی که نوارتان مشان میکنید و شما همتان توصیه میکنید خودتان نگه داره. در هر کجا باشه خوب بدانه که خدا همراه شماست. از معصیت و گناه، از آلودگی خودتان نگه داره. کاری کنه که خدمت شما، کار شما در اونجا عبادت باشه. رسول اکرم هر کسی برای خاطر نفقی خاندانش کار میکنه فهو فی سبیل الله، او هم در حکم مجاهد در راه خدا داره. بنابراین خداوند شما را نگه داره. از این فرصت استفاده بردم. دیروز در شهر ایجیب شما دیده باشه برادر عزیز ما که برای ما هم دوست بود و هم مرید حضرت قبلگاهی بود و هم محبوب خاندان ما بود، هم محب خاندان بود، هم محب هم علمای اسلام بود. آره ملا عبدالرحیم که با تخلص قلندر مشهور بود از پانگاز. دیروز اون کتم جام شهادت نوشیدن. اولا از خداوند مهربان برای فرزندای عزیز که هم هر سشم اهل الله هستند، هر سشم قاری مرتب بلبل قرآن هستند. برای دخترشم که قاری قرآن است و حافظ کلام الله است. برای همسرشون، برای مردم پنغاز و مردم عشق و خصوصا برای مسافرایی که در مسافرت‌ها و یاربانی کردن، تربیه کردن، یاردم کردن. این مصیبت تسلیت عرض میکنم خداوند سرش بده، برایشان نصیب کنه. عبدالرحیم ما را با دوستاش یک جایی محشور کنه. و وصیت آخره که برای غمخواری ما و مردم جوانا کردن خداوند با وصیت و عمل کردن برای هر کس نصیب کنه. انشاءالله عبدالرحیم او خود آرزوی شهادت داشت. او کسی نبود که از مرگ ترسد. او مرگ عاشقانه پیشواز گرفت. و در لحظه آخری وصیتش دیدم همون دعایی رو میکرد که رسول بزرگان در وقت سکراتشان میکردن. اللهم الرفیق الاعلا، الرفیق، همین دعا رو میکرد. اللهم حول علی سکرات الموت، خدایا برای من تلخی جان کندن آسان. همین دعاهاش در حالت وصیتش کرده بود و شنیدیم. خداوند جاش جنت گورش و پرنور کنه. کسانی که برای یاردم او حرکت دارند، کسانی که او رو دوست می‌دارند، خداوند مردم برادرای عزیز، مردم پانغاز اسپرا از خداوند براتان عجل و پاداش بزرگ خواهانم. کسب و کاراتان برکت عطا کنه، رزقاتان فراخ کنه. از این بیماری، از این وبایی که مبتلا شده از جامعه، همه شما را نگه دارد. خوب اگر که امکانیت شد آوردن شرایط شد بیاریتون. اگر امکانیت نشود در همونجا قبرستان از زمین خداوندی است. بندگان مومن در کجا که خواب روان همون زمین باغی از باغ جنت است. رسول اکرم گفتند القبر اما روضة من ریاض الجنه و اما حفرة من حفر النار. قبر یا باغی از باغ جنت است یا کمری دهشتناکی از کمرهای دوزخ است. انشاءالله عبدالرحیم ما قلندر در کجا هم که دفن کنه قبری او باقی از باقی جنت. اگر امکانیت شما مایلش بیاره خوب میشه. فرزنداش میبینن مردم پانغاز و بسیار خدمت کرده دیگر برای مردم اشت و پانغاز. برای برادرایی که در روسیه بودن او یک چراغ تابان بود. همیشه برای راهنمایی میرفت، همیشه برای امر معروف میرفت، همیشه برای نهی منکر میرفت. او برای دنیا نمیرفت. همت خانه و دیگه است. خوب ندیده باشه هم برای خدا روی خانه بینه. او دنیا نداشت، او محبتی به دنیا نداشت. او فقط عشقش خدا بود و محبت خدا. ساختمان مسجد و ساختمان راه خدمتی به مردم بود. انشاءالله امید دارم که خداوند در این دنیا نصیب راحتی اختیار نکرد، در بستان سرای جنت همراه با شهدای اسلام حضرت زید بن حارثه و ابی بن کعب و حمزه و دیگرها یک جای محشور. خداوند همه مردم عزیز عشق، خصوصا برادران پنغازی خاندانش در این مصیبت صبر جمیل زیرا که مصیبت شما این مصیبت ما هم هست. زیرا که از دست دادن شما حاجی عبدالرحیم این ما هم از دست دادن یک دوستی خود است. خداوند صبر ما را در این مصیبت صبر پروردگار امانت با خدا امانت بسپاریم. سلامت به خانه‌هاتان بازگردید.